یک بخش مهم کتاب شما به سقوط اختصاص داده شده و بخصوص بر روز فرار. شما در کتابتان گفتین که امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اولین مقام کلان دولت بود که با 40 میلیون دلار به پنجشیر فرار کرد. درست؟ بله. در 2 هفته یا 3 هفته آخری بحثی بود که آقای صالح شکایت داشت که به قماندانا و به رهبرای جهادی و اینا پول نمیرسه. البته مرجع پول از پول اپراتیفی ریاست امنیت ملی بود که در اوج ذخیره شده بود. بعد به خاطری که از مسئولیت خود خلاص کرده باشه، شاید دلیلش هم بوده باشه، آقای غنی پولا را انتقال داد به آقای صالح و در او تیلی کنفرانس هایی که صبحانه می داشتن با قماندانا و با اطراف اونا را می گفت که وقتی پول کار دارین با صالح تماس بگیرین، پول امرای امرالله صالح هست. و یکی از بسیار نزدیکای امرالله صالح مرا گفت که تا روز فرار، یعنی روز شنبه، یک روز قبل از فرار، 40 میلیون دلار کتش مانده بود، کت صالح. خب دیگه اگر پنجشیر نبرده باشه خیلی چی شده؟